بیشترین مقایسه کردنی که در این مسیر به شما میتونه کمک بکنه مقایسه کردن خودتون با خودتون هست. موردی رو میخواستم اشاره بکنم در رابطه با داوطلبینی که در حال آماده شدن برای آزمون دستیاری هستند و اون هم مقایسه کردن خودتون با دیگران هست. حالا این دیگران میتونن دوستانی باشند که در جریان جزئیات روند مطالعهشون هستید و خودتون رو دائما با اونها مقایسه بکنید، یا افرادی که ناشناسند و توی آزمونهای مختلف با اونها رقابت میکنید، شناختی هم نسبت بهشون ندارید، ولی دائما بر اساس نتایج آزمونها بخواید خودتون رو با اونها مقایسه بکنید. این مقایسه کردن با دیگران از هر کدوم از این دو نوع باشه، اگر بیش از اندازه انجام بشه و فکر شما رو بیش از میزان معمول مشغول بکنه، دستاندازی در مسیر مطالعه شما هست و ممکنه که اثرات سوء بیشتری هم داشته باشه. بیشترین مقایسه کردنی که در این مسیر به شما میتونه کمک بکنه مقایسه کردن خودتون با خودتون هست. به این ترتیب که اگر در آزمونی شرکت کردید و رتبه 70 رو کسب کردید، طریقه مطالعتون رو، نحوه امتحان دادنتون رو به گونه اصلاح بکنید که مرتبه بعدی رتبه بهتری کسب بکنید. اگر در این هفته میانگین روزانه تونستید 7 ساعت 8 ساعت مطالعه بکنید، هفته بعد این رو ارتقا بدید و نیم ساعت 1 ساعت میانگین روزانه‌تون رو افزایش بدید. این مقایسه کردن ها با خودتون نهایتاً میتونه در این مسیر به شما کمک بکنه. این که تلاش بکنید هر هفته از هفته قبل، چه از جهت سرعت مطالعه چه از جهت ساعت مطالعه، بهتر باشید. از این آزمون تا آزمون بعد به گونه‌ای در واقع مطالعتون رو بهبود بدید یا در واقع نحوه امتحان دادنتون رو به گونه‌ای اصلاح بکنید که نتیجه آزمون نسبت به آزمون قبلی خودتون بهتر باشه. اینها باعث میشه که در واقع هم یک سیر تکاملی پیشرفت رو طی بکنید و هم در واقع دستاندازی در مسیر خودتون با مقایسه دائم با دیگران انجام دادن ایجاد نکرده باشید.